این کتاب روایت زندگی عشق بین دو انسان است. عشقی که بین دو انسان وقتی صورت میگیرد همه مرزها را از بین میبرد و هیچ مانعی نمیشناسد برای رسیدن به مقصودی که در آخر هم نتیجهش جز دلتنگی، سختی و سقوط بیش نیست. داستان سودابه است، زنی که از طبقه اشراف است، از کسانی است که هم پول دارند، هم زر، هم زور، هم قدرت. و عاشق می شود به رحیم، مردی فقیر نجار، و این عشق آنقدر ادامه پیدا می کند که سودابه جلوی تمام خانواده خود می ایستد تا به رحیم برسد. البته ناگفته نماند بامداد خمار از پرفروشترین کتاب‌های دهه 70 در ایران بود و هنوز هم یکی از مهمترین کتاب‌های ادبیات فارسی و ادبیات داستانی ماست. کتابی که بیشتر خوانده میشه، بیشتر در موردش گفته میشه و حتی از این کتاب اقتباس شد و سینما برده شد. هزار و یک شب، راز پنهان کتاب. سلام به شما مخاطبان عزیز. در این برنامه هم یک کتاب بی نهایت مهم و یک کتاب داستانی ادبیات فارسی را آوردیم تا با هم در این برنامه وارد این کتاب شویم، وارد جهان این کتاب، وارد محتوایش، بنمایش، مضمونش و آنچه که در این کتاب آمده. البته یکی از مهمترین و خاصترین و پرفروشترین کتاب‌های ادبیات فارسی است. کتابی که نه تنها در ادبیات فارسی، در زبان‌های دیگر هم پرفروش بوده. بیننده‌ها، طرفداران، هواداران خود را داشته و مورد انتقاد مهمترین نویسندگان ایران، افغانستان و فراتر از این دو کشور قرار گرفته. نویسندگانی که هم نقد کردند، هم ستایش کردند، هم توصیف کردند و هم بارها توصیه کردند باید این کتاب را یک جوان بخواند. کسی که میخواهد شناخت بیشتر از اجتماع و اوضاع اجتماعی ایران افغانستان پیدا بکند یا از اوضاع اجتماعی جامعه که فارسی زبانان در آن زندگی میکند پیدا بکند، خواندن این کتاب برایشان مهم است. یک کتابی که هم روایت عاشقانه است، هم روایت اجتماعی و هم تضادهای فرهنگی، تضادهای قومی، تبعیضی و تضادهای طبقاتی را به طور عیان بیان کرده و پیامد این تضادها را چی مثبت چی منفیش را گفته. البته به شکل داستان در لای لای حرف‌ها و صحنه‌های تکان دهنده، دیوانه کننده و در عین حال زیبا. این کتاب بامداد خمار است، نوشته فتانه جوادی، یکی از مهمترین و خوبترین و خوب نویسترین زنان ایران، زن قدرتمندی که وقتی این کتاب را نوشت بسیاری از نویسندگان حسادتشان آمد و بسیاری از نویسندگان آنقدر با این نویسنده مخالفت ورزیدن و حسودشان بالا گرفت، تصمیم گرفتن این کتاب را مورد نقد قرار بدن و کارهای از آنها سر زد تا در این کتاب خورده پیدا کنند، اما هیچگاه موفق نشدند. گلشیری که یکی از مهمترین داستان نویسان کوتاه در ادبیات فارسی است، باید تصمیم گرفت و گفت بامداد خمار یکی از سطحی ترین داستانها در ایران است و تصمیم بر این گرفت برود یک داستان خوب بنویسد که در عین حال پرفروش باشد، شبیه بامداد خمار که از مهمترین و خاصترین و پرفروشترین داستان‌های دهه 70 در ایران و در ادبیات فارسی به حساب می آمد. اما گلشیری یک داستان را نوشت هیچگاه موفق به اندازه بامداد خمار نشد، چون آنچه که و آن راز و آن حرکات و آن ویژگی عناصری در این کتاب بود در کتاب آن دیده نشد. البته گلشیری از خاصترین داستان نویسان ادبیات فارسی است، کسی که حرفایش، یادداشتش الگو قرار میگیره و از یادداشتش استفاده میشه در جهت شناختن داستان کوتاه، رمان و دیگر متن‌های ادبی زبان فارسی و بارها به زبان‌های دیگر هم این داستان‌هاش ترجمه شده است. بامداد خمار یکی از مهمترین کتاب‌های داستانی در ادبیات فارسی است. داستانی عاشقانه اجتماعی را روایت می‌کند. داستانی که بی نهایت از یک نگاه تکان دهنده است، از یک نگاه زیباست و از یک نگاه انتقادی است. داستانی که هم منتقدین ازش انتقاد کردن و هم خودی داستان در لای لای کلمات، جملات و متن و سطرش جامعه را به انتقاد می‌گیرد. از سوی هم روایت می‌کند از حال انسان، از حال جامعه ایرانی، نه تنها ایرانی، جامعه طبقاتی که
در افغانستان هم همین جامعه است، در کشورهای دیگه منطقه و کشورهای جهان سوم نیز این جامعه و این روش و این سنت حاکم است. بامداد خمار آینه است از روایت‌های اجتماعی، روایت از دو انسان مختلف، از نگاه سواد، آگاهی، از نگاه جامعه و از نگاه خانواده. یک انسانی که فقیر است در یک طبقه قرار گرفته، یک انسانی که داراست در طبقه دیگر. یا میتوان گفت این کتاب روایت زندگی عشق بین دو انسان است، عشقی که بین دو انسان وقتی صورت میگیرد همه مرزها را از بین میبرد و هیچ مانعی نمیشناسد برای رسیدن به مقصودی که در آخر هم نتیجهش جز دلتنگی، سختی و سقوط بیش نیست. داستان سودابه است، زنی که از طبقه اشراف است، از کسانی است که هم پول دارند، هم زر، هم زور، هم قدرت، و عاشق می شود به رحیم، مردی فقیر نجار. و این عشق آنقدر ادامه پیدا می کند که سودابه جلوی تمام خانواده خود می ایستد تا به رحیم برسد و می رسد. وقتی می رسد به یک زندگی دیگه پرتاب می شود. دختری از خانواده مرفه پولدار می آید در یک خانواده فقیر و به زودترین فرصت پس از ازدواج اختلافات طبقاتی، فهمی، اختلافات دانشگاهی و اختلافات دیگر به میان می آید، عیان می شود که سبب می شود زندگی این دو از شیرینی به سوی تلخی برود و این تلخی آنقدر بزرگ می شود، فربه می شود تا سودابه در غم بسوزد و تصمیم می گیرد کار دیگری و اتفاق دیگری در زندگی خود رخ بده یا به وجود بیاورد. در واقع بامداد خمار روایت زندگی 4 شخصیت است، 2 دختر 2 پسر، 2 دختری که به نام محبوبه و سودابه عاشق 2 پسر می شود و همیشه سعی می کنند به این عشق خود یا به عشقهای خود برسند. در این راه از تمام آرزوها، رویاهای خود میگذرند. از جلوی خانواده خود، حرف خانواده خود رد میشن، حرف پدر مادر خود را نمیگیرن، هر چه تلاش میکنن هیچ گاهی مانع کار اینها نمیشوند و آنقدر اصرار میورزند تا اینکه هر دو به ازدواج تن میدن و میروند به خانه بخت یا به خانه عاشقهای خود. و در این مرحله وقت قرار میگیرند وارد یک جهان دیگر میشوند، پرتاب میشوند از جهانی که بی نهایت مرفه بوده، جهانی که هم مادیات داشته و هم چیزهای دیگری که مورد نیاز بوده، به جهانی که هیچ چیز ندارد، حتی پول، حتی اسباب خانواده، ظرف و ظروف تمام ندارد. میدونید داستان از کجا آغاز می شود؟ از سرگذشت سودابه، دختری که در خانواده پولدار تربیت شده، عاشق می شود به یک پسری که فقیر است، نجار است، هیچ چیز ندارد. این دختر سعی میکنند به این پسر برسد، ولی مادر، پدر، تمام اعضای خانواده سعی میکنند این دو با هم نرسند. اونها فکر میکنند دختر در یک خانواده پولدار تربیت شده، همیشه مرفه بوده، همیشه هر چه خواسته برآورده شده، ولی آن طرف اون مرد، اون معشوقش هیچ چیز ندارد، دستانش خالی است، کم بغل است. اگر آنجا پرتاب شود زندگیش هم پرتاب میشود به سقوط و از این صعود و از این رویاهای بزرگ باید دست بکشد، برای اینکه طرف هیچ چیز ندارد، دستانش خالی است. اما سودابه اصرار می‌ورزد یا به معشوق خود برسد یا هم کاری بکنه زندگیش پایان پیدا بکند. آنقدر اصرار می‌ورزد خانواده‌اش راهی پیدا نمی‌کنند که چه کار بکنن، چه تصمیمی بگیرن. مادرش پیشنهاد می‌کند، میگوید سودابه تو برو پیش محبوبه مادر کلانت، اون قصه‌ای دارد، قصه‌اش را بشنو. بعد از آن تصمیم میگه هر چه و هر تصمیمی گرفتی من هم کنارت هستم، پدرتم و با تمام حمایت از تو حمایت میکنیم و هر چه در توان داریم برای تو و در کنار تو قرار میدیم. سودابه تصمیم میگیرد پیش محبوبه برود و میرود پیش مادر بزرگش محبوبه. براش میگه من چنین یک داستان دارم و اون هم میفهمد، چنین یک تصمیمی دارم. اینجاست یک قصه دیگر، یک جهان دیگر باز می شود، یک جهانی که باز هم دیوانه کننده است، هم غمگین کننده و هم زیبایی که به تعبیر عباسی معروفی هم درد دارد و هم تلخی و هم شیرینی.
محبوبه برای سودابه تمام قصه زندگی خود را می کند. آن چه را گذرانده در جوانی، نوجوانی و بعد هم پیری. میگوید من عاشق بودم، عاشق یک پسری فقیر نجار و تلاش کردم به عشق خود برسم. جلوی تمام خانواده خود قرار گرفتم، از تمام رویا هدف خانواده خود دست کشیدم. چند تا خواستگار از طبقاتی بلند، اشرافزاده ها داشتم، از وکلا داشتم، از والیا داشتم. نپذیرفتم و تصمیم گرفتم با عشق خود ازدواج کنم، به عشقی که فقیر بود، هیچی نداشت، کم بغل بود و رفتم به خانوادهش. وقتی به خانه آن رفتم من یک جهان دیگر را دیدم، به یک جهان دیگر پرتاب شدم. این جهان در واقع یک جهان شگفت‌آوره. محبوبه از خانواده پولدار می آید به خانواده نادار. یک مدت از ازدواجشان که میگذرد شیرینی ازدواج از بین می رود. شوهرش برش خیانت می کند، با زنان دیگر رابطه برقرار می کند، دیگر توجهی به این زن ندارد، تمرکزی ندارد و این کم توجهی سبب می شود محبوبه دیق کند، محبوبه دلتنگ شود، محبوبه پناه ببرد به خود، به تنهایی که هیچگاه پناهگاه خوبی برایش نمی شود و حتی سبب می شود در بیماری روانش را مثل خوره در انزوا بخورد و زندگیش را به سوی تمام شدن بکشاند. بعد از یک مدت اختلافات بین محبوبه و پدر شوهرش آغاز می شود. این اختلاف آنقدر شدید می شود، چاق می شود که درز می کند به آنجا اختلاف بین محبوبه و شوهرش ایجاد شود و اختلاف دوباره فربه می شود. آنقدر فربه می شود این دو با هم همیشه در مشاجره و در جنگ می افتند. بعد از یک مدت هم اختلافات طبقاتی به وجود می آید و این همیشه اون را طعنه می زند من از خانواده پولدار هستم با طبقه بلند و تو خانواده فقیر با طبقه پایین. یک مدت هم که میگذرد اختلافات فرهنگی به وجود می آید. محبوبه از خانواده باسواد، تمام اعضای فامیلش دانشگاه خواندن، اکادمیک خواندن و کارهای مهمی دیگری کردن، نویسنده بودن، شاعر بودن و کسانی بزرگ بودن و آن طرف هیچگاه به دختران خود اجازه نمیدادن به دانشگاه برن و مکتب برن، چه برسند به آگاهی و فهم فرهنگ. یک مدت هم که میگذرد اختلافات عقیدتی به وجود می آید. آن طرف خانواده شوهرش بیشتر منجمد هستند، سنتی هستند و این طرف روشنفکر و آگاهتر. یک مدت که میگذرد یک اختلافات قومی هم به وجود می آید و این اختلافات تمامش کناری هم باعث می شوند زندگی این دو سقوط کند به یک مرحله بسیار تاریک که اون تنهایی است و اون در واقع به معنای اصلی کلمه سقوط یک انسان است. این داستان زندگی محبوبه، سرنوشت یک انسان، سرگذشتی یک انسانی که نماد یا نماینده یک جامعه است. جامعه‌ای که صدها انسان، صدها جوان در آن جامعه معمولاً با چنین یک خطرات و با چنین یک زندگی مواجه شدند. وقتی این قصه را محبوبه برای سودابه میکند، سودابه کمی تأمل میکند و بعد از تأمل به تصمیم خود اصرار می‌ورزد. میگوید من باید ازدواج کنم و این ازدواج صورت میگیرد. وقتی ازدواج صورت میگیرد، زندگی، حیات و روزها و روزگاری را که سودابه میکشد و میگذراند شبیه و در عین حال مثل همان روزگاری است که محبوبه دیده، تجربه داشته و انتخابی بظاهراً آگاهانه خودش باعث می شود به سوی یک پرتگاه، به سوی یک تنهایی سقوط پرت شود. چرا که به قول داستان و به قول فتانه سیدزاده هیچگاه انتخاب یک انسان و انتخاب دل نمی تواند تضمین کننده خوشبختی باشد. گاهی این یک اشتباه بزرگه که این دو زن در این داستان این اشتباه را مرتکب می شود. این خلاصه زندگی این دو نفر است. دو دختری که آگاهانه سنجیده تصمیم میگیرند، به اساس فرموده دل خود تصمیم میگیرند بروند ازدواج کنند و شاهد یک زندگی تکان دهنده می باشند. زندگی که هم خودشان از دست میدن، هم روان خود را و هم خانواده خود مصاب میشه به بیماری های روانی، بیماری های اذیت کننده. معمولا فطرت انسانی وقتی یک عضو خانوادهش، یک کسی برش عزیز است، دچار یک مرض است، دچار یک بیماری است، آن هم آسیب می‌بیند. اگر آسیب جسمی نبیند، آسیب روحی می‌بیند که این آسیب را خانواده محبوبه و خانواده سودابه
میبینن و تجربه میکنن. بامداد خمار که مهمترین داستان یا مپسند در ایران دانسته میشود، یک داستانی است بسیار روایتی ساده، روان و سلیس دارد. روایتی که خواننده را با خود کش میکند تا آخر، که داستان نویسا به این میگویند همزادپنداری شدیدی بین خواننده و بین کتاب و بین متن به وجود میآید. این داستان چنان روان ادامه پیدا میکند، خواننده هم احساس بلا تکلیفی میکند، متن را تا پایان ادامه میده. در داستان با صحنه‌های مختلف مواجه میشود، با دیالوگ‌های بسیار زیبا، با بیانی بسیار رسا و شیوا، با طرز استفاده جملات بسیار خوب. این کتاب هم ساده است و هم روان و در ضمن مخاطب را میکشاند به لای لای اون دردها و اون غم‌هایی را که در یک جامعه انسان‌ها تجربه میکنند. هیچگاه در داستان‌ها زندگی یک انسان، قصه یک انسان به معنای قصه شخصی یک نفر نیست. معمولا اون روایتی است از جامعه و اون آینه است که در متن قرار گرفته تا جامعه را روایت کنه، تا جامعه و انعکاس و آنچه در جامعه رخ میده را ثبت کنه و برای دیگران نشان بده، که این معنای واقعی شخصیت ها و صحنه ها و داستان ها و قصه ها در کتاب است. ببینید، بامداد خمار در واقع میخواید چند حرفی اساسی را برای ما و شما بگوید. در اول میگوید هیچگاه انتخاب دلی تضمین کننده آینده انسان نیست. گاهی دل اشتباه میکند، گاهی انسان اشتباه میکند و حتی به ظاهر فکر کند یک تصمیمی درست گرفته. سودابه و محبوبه اشتباه کردند، به حرف دل خود رفتند. کتاب برای ما میگوید اگر ما از عقل استفاده نکنیم، از منطق استفاده نکنیم، از قصه های دیگران عبرت نگیریم، از سرنوشت دیگران پند نگیریم، از تجربه دیگران تجربه نگیریم، ما به زودترین فرصت سقوط میکنیم و این محال است و این ممکن است. و همچنین برای ما میگوید هر تصمیمی را دل ما میگیرد و هر خواست و آرزویی که از طرف دل ما فرمانش صادر میشود، و این معنا نیست این درسته و با این معنا نیست ما باید به طرف آن برویم که راه خوشبختی ما در همین راست و یا تضمین کننده آینده ای ماست، که همین حرفی دل و همین راهی را که سودابه و محبوبه رفتن تضمین کننده خوشبختیشان نبود، تضمین کننده آیندهشان نبود، بلکه پرتاب کننده به سوی سقوط بود. هر دویش را در یک چای انداخت تا آخر غم کشیدن، روان خود را از دست دادن، پریشان شدن، افسرده شدن. نه تنها خود انسان‌های دور و برشان هم پریشان و افسرده و روانی شد و تا آخر عمر اذیت شدن. و سخت‌ترین اذیت برای انسان وقتی است که اذیت روحی می شود. وقتی روح یک انسان آسیب ببیند، درد بکند، تمام وجودش درد میکند، تمام وجودش یک نوع احساس میکند باخته، یک نوع احساس میکند درد در تمام در لای لای رگایش دمیده یا گسترش یافته و یا هم پخش شده. که سخت‌ترین درد هم درد روحی است برای یک انسان و درد این است که از خطای گذشته خود پشیمان میشود و میداند قصداً یا آگاهانه و سنجیده کار را کرده، بعد این سقوطی بیش نبوده برایش. دومین حرف این کتاب، پیام این کتاب برای ما این است: باید در زندگی، در تصمیمات خود، خصوصا در تصمیم خانوادگی و برای تشکیل دادن خانواده یا زندگی مشترک، متوجه همه موارد طرف باشیم. هم نگاه طبقاتی که دو طرف در چه طبقه قرار دارد، هم از نگاه ذهنی، فهم، دانش. میگوید گاهی اختلافات طبقاتی که دو نفر از یک طبقه در یک درجه از نگاه فامیل نبودن باعث می شود زندگی به سوی تلخی برود، و گاهی هم اختلافات فهم و اختلافات آگاهی و فهمیدگی هم باعث می شود دو نفر به سوی تلخی برود. گاهی هم یک اختلافات تبعیضی قومی که در میان است باعث می شود دو نفر و این دو طرف یک زندگی سیاهی را تجربه کنند. و گاهی هم اختلافات رویکردی یا دیدگاهی باعث می شود دو آدم تجربه تلخی از زندگی داشته باشند که زندگی سودابه و محبوبه را همین اختلافات تمام کرد، تباه ساخت. بامداد خمار برای ما واضح می سازد باید در انتخاب شریک زندگی خود مصمم باشیم. در انتخاب شریک زندگی خود چهار طرف خود را ببینیم، با عقل، با منطق انتخاب کنیم و از تجربه دیگران
تجربه بگیریم، پند بگیریم تا مبادا زندگی سودابه بالای ما تکرار شود. سودابه‌ای که از زندگی محبوبه مادر بزرگش تجربه نگرفت، پند نگرفت، حرفی پدر و مادرش را نگرفت. مسئله دیگری در این کتاب برجسته است، این است که اختلافات فرهنگی هم باعث می شود زندگی ها به سوی ناامنی، به سوی درگیری، مشاجره بروند. که زندگی سودابه، زندگی محبوبه همین تجربه را برای ما میده و همین پیام و پیغام را میده که هر دو اختلافات فرهنگی بینشان وجود دارد. کتاب میگوید باید در انتخاب شریک زندگی، حتی در انتخاب دوست رفیق، متوجه باشیم طرف در چه سطح از نگاه فرهنگی قرار دارد و این سطح نگاه فرهنگی سبب می شود ما مسیرهای خود را بیشتر و درستتر طی کنیم و انتخاب بکنیم. اگر اختلافات فرهنگی بین دو نفر، خصوصا دو کسی میخواهند تا آخر از هم باشند، کنار هم باشند، بیشتر باشد، سبب زوال زندگی این دو می شود که زندگی محبوبه و سودابه بیشتر بر اثر اختلافات طبقاتی و فرهنگی از بین رفت. البته اختلافات فرهنگی برجسته تر بود. برای اینکه یک کسی در یک سطح از زندگی قرار دارد، فکر، رویا و هدف خود را دارد و همین طور یک خواست مشخصی از طرف دارد و طرف که در این سطح قرار ندارد هیچگاه نمیتواند بداند این طرف چی میخواهد و چی رویایی با خود بافته و ساخته و این هم از اون طرف را نمیداند و باید برای داشتن یک زندگی خوب، شیرین و یک زندگی زیبا، دو طرف از نگاه فهم، فرهنگ، طبقات و عنعنات در یک سطح قرار داشته باشند یا دو نفر به یک درک واقعی و یک درک درستی از زندگی رسیده باشند. در صورتی که به درک درست از زندگی رسیده باشند، می توانند همدیگر هم درک کنند و در کنار هم یک زندگی بسیار خوب بسازند و این زندگیشون ادامه پیدا کند تا آنجا که سرنوشت رودابه و محبوبه در زندگی این دو تجربه یا تکرار نشود. اگرچه بامداد خمار مورد انتقاد بسیاری از نویسنده قرار گرفته، برخی گفتند این کتاب بی‌نهایت سطحی است و درستی نتوانسته فرهنگ و رسم و آنچه در جامعه رواج هست در جامعه ایران را بازتاب بده و به درستی و به گونه خوب و گسترده نتوانسته تمام رسم و رسوم را بازتاب بده یا اون اختلافاتی که سبب می شود زندگی ها از بین برود، از هم بپاشن، فرو بپاشن را روایت کنند. از نگاه داستانی هم میگویند بسیار زبان ساده دارد، شخصیت ها بیشتر درگیر نمی شوند، تیپ هستند تا شخصیت و همچنان زبان پخته نشده. با این حال بسیاری از نویسنده‌های مهم، مدرن و خوب نویس این کتاب را ستودند و توصیف کردند. البته ناگفته نماند بامداد خمار از پرفروشترین کتاب‌های دهه 70 در ایران بود و هنوز هم یکی از مهمترین کتاب‌های ادبیات فارسی و ادبیات داستانی ماست. کتابی که بیشتر خوانده میشه، بیشتر در موردش گفته میشه و حتی از این کتاب اقتباس شد و سینما برده شد، فیلم ساخته شد، داستان‌های دیگری شکل گرفت و با الهام از این کتاب نوشته شد و این خوشترین خاطره برای یک نویسنده است و خوشترین اتفاق است وقتی با اقتباس از کتابش فیلم ساخته میشه، با اقتباس از کتابش، با الهام از کتابش داستان خلق میشه و آفریده میشه که این چانس خود را فتانه در زندگی خود داشته که بامداد خمار هم به زبان‌های مختلف ترجمه شده و با اقتباس از این کتاب‌ها نوشته شده که این قشنگترین یک اتفاق برای یک نویسنده است. اگر شما دوست دارید یک کتابی عامه‌پسند، زیبا، روان، ساده را بخوانید، یک کتابی که زندگی دو عاشق را روایت کرده و همچنان در ضمن مسئولیتی بازتاب‌دهی عنعنات فرهنگ یک جامعه را داره، بامداد خمار از دست ندید. این کتاب را تهیه کنید که در کتابفروشی‌های افغانستان، ایران موجود هست. شما می توانید از هر کتابفروشی فرمایش بدید، به دستان می رساند و بخوانید. بسیار یک موضوعات قشنگ و زیبا دارد. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه با ما بودید. برای دیدن برنامه‌های بعدی هزار یک شب که معمولاً معرفی و تبصره در مورد کتاب‌های مهم جهان و ادبیات فارسی است و همچنین برای دیدن دیگر برنامه‌های این نهاد یوتیوب ما را دنبال نمایید. تا برنامه دیگر، خدا حافظ. 1001 شب، راز پنهان کتاب.